امروز در اداره هفته‌نامه تاجیکستان مراسم سپردن جایزه مخصوص هفته‌نامه تاجیکستان به نام مرادالله شیرعلیزاده برگزار گردید. شریف همدانپور سرمحرر هفته‌نامه تاجیکستان گفت در روز 5 می برگزار شدن این مراسم رمزی است. زیرا محض در روز 5 می که روز مطبوعات بود، ژورنالیستی تاجیک سرمحرر نشریه صدای مردم و وکیل پارلمان مرادعلی شیرعلیزاده به قتل رسانیده شد. سال روان جایزه به نام مرادالله شیرعلیزاده نصیب روزنامه‌نگار و استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور مراد مرادی گردید. نشان سرسینگی و مکافات پولی جایزه به نام مرادالله شیرعلیزاده را شریف همدانپور به مراد مرادی سپریده تاکید کرد. مراد مرادی نه تنها آموزگار و پژوهشگر بلکه نمونه حقیقی ژورنالیستی تحلیلگر است. او با تحقیق و نوشته های خود به بالا رفتن سطح کسبی و سایت اخبار عامه کشور سهم گذاشته است. یادآور می‌شویم که جایزه مخصوص هفته‌نامه تاجیکستان به نام مرادالله شیرعلیزاده سال 2016 از جانب هفته‌نامه تاجیکستان تأسیس یافته باری نخست سال 2017 سپرده شد. از همان سال به این جانب این مکافات همه ساله به یکی از روزنامه‌نگاران کشور سپرده می شود. عادل ناظر محرر هفته‌نامه تاجیکستان ذکر کرد که سال 2024 بخشیده به 100 سالگی تأسیس جمهوری تاجیکستان، هفته‌نامه تاجیکستان آزمون داستان تولید تاجیکستان را اعلام کرد. در این آزمون بیش از 70 مقاله پژوهشگران و روزنامه‌نگاران و ادیبان و صاحب قلمان وارد شد که بهترین آنها در هفته‌نامه تاجیکستان و سامانه پرستیجی به نشر رسید. هیئت حکمان آزمون مذکور روزنامه‌نگار و استاد فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه غالب این آزمون و برنده جایزه به نام مرادالله شیرعلیزاده در سال 2024 اعلام نمود. مراد مرادی بعد دریافت جایزه اظهار داشت و این آزمون ها به شرافت یک شخصیت برگزار گردید که واقعا عمر خود را، نیروی خود را، تلاش خود را برای هم تنتنی عدالت، هم براه ماندن ژورنالیستیک کسبی، هم فرا گرفتن مسائل مهم و هم یک نوع ادامه دادن مکتب‌های ژورنالیستی خدمت‌های ارزنده کرده است. و واقعا مرادالله شیرعلیزاده همچون محقق، همچون روزنامه‌نگار، همچون یک انسان و همچون یک رهبری تشکیلاتچی و نه تنها در بین اهل علم، اهل کارمندان، بلکه در جامعه فرهنگی معنوی ما همچون یک شخصیت نمایان شناخته شده است. پس از سپردن جایزه به غالب محفل مذکور با یادآوری مرادالله شیرعلیزاده تبدیل یافت که روز 5 می سال 1992 در نزد بینای پارلمان کشور به قتل رسانیده شد. ذکر گردید که مرادالله شیرعلیزاده نخستین قربانی جنگ شهروندی تاجیکستان بود. اولین قربانی جنگ شهروندی، یعنی با کشتن مرادالله شیرعلیزاده دشمنان ملت تاجیک میخواستند که سخن که ستون اساسی ملت تاجیک است کشته شود، حقیقت کشته شود، اما روح پاک مرادالله شیرعلیزاده امکان نداد که آنهایی که دشمن ملت تاجیک هستند به هدف رسند و مرادالله شیرعلیزاده نامشان در تاریخ ملت ما ثبت گردید. و اینکه نشریه تاجیکستان آزمون را با نام این شخص تأسیس دادند و این آزمون را راه اندازی میکنند و الکی ما سال دهم است که این آزمون را شاهد هستیم، نشان میدهد که اهل قلم تاجیکستان و خاصه سرور نشریه تاجیکستان محترم شریف همدانپور به استاد خود صداقت دارند، به حقیقت صداقت دارند. هورینیسا علیزاده رئیس شورای وسایط اخبار عامه و نماینده پارلمان در سخنرانی خود قید کرد که همچون ژورنالیست در نشریه‌های زیادی فعالیت کاری داشتم و جای کار دومی که من آمده بودم روزنامه صدای مردم بود. این سالی 1998 بود و همکاران من که زمانی قتل اولین روزنامه‌نگار، اولین شهید راه آزادی، اولین شهید جنگ بزرگ وطنی شادروان مرادالله شیرعلیزاده را شخصا می شناختند، زیاد درباره او حرف می زدند.
و در صدای مردم همه ساله روزی میلاد و روزی فوت این اولین سردبیری این نشریه رو با کمال احترام پذیرایی میکردند. روزنامه‌نگاران به هم می آمدند و درباره او همچون نفری که با قطعیتش، با عدالت، جسارت و با قلم خوب و با دانشمندیش در ساحه زبانی تاجیکی و آن را در روزنامه‌نگاری، در ژورنالیستیک تاجیک در درجه عالی نگهداری کردن حرف می زدن و من افتخار می کردم که در همچنین کلکتیو کار می کنم و در همچنین روزنامه‌ای که نام این بزرگمرد در آنجا عزیز است. در جریان چاره‌بینی نماینده پارلمانی کشور جلالزاده میرشکر نیز درباره شخصیت مرادالله شیرعلیزاده اندیشه بیان کرده نقش او را در رشد ژورنالیستیک تاجیک مهم ارزیابی کرد. سومانی عبیدالله، دوشنبه، پرس تیجی.